برنامه نوبتی جهان در جهانماست. منظور شما مسلم است که 15 سال باز نوروز در سطح بین المللی تجلیل می گردد و سال تا سال حشمت نوروز، شهامت نوروز زیاد می گردد و تجلیل آن از مرزها فراتر رفته. جغرافیای تجلیل نوروز زیاد می گردد. موضوع مورد نظر رو با دو نفر از مهمانان برنامه، مصلح سلجوقی دکتر علم‌های فیلولوژی از شهر همبورگ آلمان و همزمان داوود قیومی سابق سفیر افغانستان در کانادا مطرح خواهیم کرد. قبلا حضور شما را در برنامه خیر مقدم میگوییم و در آغاز برنامه امکان دارد تمنیات نوروزی خود را با کل فارسی زبانان دنیا خصوصا به مردم سربلند تاجیکستان بیان داشته باشید. مرحمت. درود و مهر دارم به خدمت شما و بینندگان شما و دستاندرکاران تلویزیون جهان نما. از این طریق میخوایم به تمام فارسی زبانان جهان، با آنهایی که به فرهنگ نوروز و به روز نوروز معتقد هستند، تبریک بگویم نوروز باستانی و امیدوار هستم که این نوروز برخلاف نوروزهای دیگه به شکل باشکوهی در تمام جهان برگزار شود. اجازه بدین در نخست فرارستن نوروز، جشن باستانی را با ملت شریف تاجیکستان، افغانستان و ایران تبریک عرض بکنم. نوروز یکی از قدیمی ترین و کهن‌ترین جشن باستانی است که مردمان ما البته مخصوصا در حوزه فرهنگی فارسی زبانان همه ساله نوروز جشن میگیرن، تجلیل میکنن. جدا از اینکه در واقع این ارتباط میگیره و یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین جشن باستانی فارسی زبانان، همه ساله نوروز برابر است، مصادف است با آغاز سال. خود نوروز به معنای روز نو، در واقع آغاز جدید. نوروز همان طوری که در واقع طبیعت نو میشه، همان طوری که زیبایی خاصی پس از نوروز در زمین به وجود می آید، پیام دیگری نوروز ارتباط میگیره با انسان ها که با یک فکر جدید، با یک دیدگاه جدید در واقع زندگیشان را آغاز بکنن. از نوروز خوشبختانه در این سالا به شکل بسیار جامع و همه جانبه در کشورهایی که عمدتاً فارسی زبان هستند جشن گرفته میشه. نوروز امروز تبدیل شده به یک نماد جهانی، به یک جشن جهانی. در سال 2010 سازمان ملل متحد نوروز به عنوان یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین جشن فارسی زبانان پذیرفت. امیدوار هستم که امسال یک سال بسیار خوب و نوروز خوب مردمان ما پیش رو داشته باشند. نوروز چیست و چرا ما اون رو جشن میگیریم؟ استاد سلجوقی بفرمایید. در کشورهای ما که مبدأ پیدایش نوروز یا بگوییم مبدأ ابداع نوروز بوده است، به شکل باشکوهی برگزار میشه. خوشبختانه نوروز در کشورهای من و شما فرهنگ شده، از اون حالت واژگانی خود آمده بیرون. فرهنگ نوروزی داریم ما امروز که باعث افتخار جامعه ما هست. و از طرف دیگر نوروز با درست شدن تقویم جلالی یا گاه شمار جلالی تانست آن طوری که باید به جهان معرفی شود معرفی شد. و امروز جهانیان درک کردند که سال باید با اول نوروز آغاز شود و با آخر زمستان ختم شود. و وقتی سال به اول نوروز شروع میشه، خب مشخصا ما از نو زندگی، تمام بشریت زندگی از نو آغاز میکنه. بسیاری حیوانات خواب هستند بیدار میشن در این روز
یا در این موقع یا در این زمان بیدار میشن و از طرف انسان ها هم شور و شعف دیگری پیدا میکنن با پیدایش یا با زنده شدن دوباره اشجار و گلها و سبزه ها. هوای دیگری میشه، تغییر اقلیم، تغییر سالیانه ایجاد میشه، زنده شدن بعد از زمستان آغاز میشه و اینا همه باعث شده که انسان ها جدی بگیرن و به خصوص در مناطقی که جدی میگرفتن امروز بیشتر جدی بگیرن و بهتر و بهتر تجلیل کنن. تشکر زیاد. استاد قیومی، شما در این مورد چه علاوه دارید؟ همه ساله نوروز برابر است، مصادف است با آغاز سال. خود نوروز به معنای روز نو، در واقع آغاز جدید. نوروز همان طوری که در واقع طبیعت نو میشه، همان طوری که زیبایی خاصی پس از نوروز در زمین به وجود می آید، پیام دیگری نوروز ارتباط میگیره به انسان ها که با یک فکر جدید، با یک دیدگاه جدید در واقع زندگیشان را آغاز بکنن. از نوروز در این سالا به شکل بسیار جامع و همه جانبه در کشورهایی که عمدتاً فارسی زبان هستند جشن گرفته میشه. نوروز امروز تبدیل شده به یک نماد جهانی، به یک جشن جهانی. در سال 2010 سازمان ملل متحد نوروز به عنوان یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین جشن فارسی زبانان پذیرفت. امیدوار هستم که امسال یک سالی بسیار خوب و نوروز خوب مردمان ما پیش رو داشته باشند. نوروز جدا از اینکه یک جشن باستانی است، در واقع نشانگر دوره‌های باستانی و تاریخی مردمان ما و شماست، و از جانب دیگر خود نوروز و شیوه جشن نوروز نمایش یک فرهنگی بسیار میانه و اعتدال و پیشرفته است و نمایش هم یک فرهنگ جذابیت داره به تمام کشورهایی که شامل قلمرو جشن باستانی نوروز نیستند. به همین شکل نوروز امروز در یک گستره جغرافیای بزرگ تجلیل میشه، از ایران تا افغانستان، تاجیکستان، آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای مختلفی به نوروز جشن میگیرن و در واقع در ارتباط با نوروز مناسبات های مختلفی را برگزار میکنن، مجالس شعر و ادب برگزار میکنن. بنابراین با توجه به اینکه خیلی یک جغرافیای بسیار گسترده از نوروز تجلیل میکنن، امروزه در کشورهای غربی و اروپا هم مخصوصا در بین فارسی زبانان نوروز به شکل بسیار جامع تجلیل میشه. بله، در کانادا هم در بین فارسی زبانان، مخصوصا بین جامعه فارسی زبانانی که از افغانستان هست، به همین شکل از ایران، از تاجیکستان و از کشورهای مختلفی که فارسی زبان هستند، نوروز به شکل گذار میشه. سایر ملت ها و مردمان دیگری که در کشورها زندگی میکنن در نوروز اینا در جشن نوروز شرکت میکنن و در واقع و نوروز به مردمان هم فارسی زبان تبریک عرض میکنن. نوروز در حقیقت امروز تبدیل شده به یک جشن بسیار بزرگی که در سایر کشورها به ویژه در بین فارسی زبانان از این روز تجلیل به عمل می آید. ما قبل از اینکه صحبتام به پایان برسانم میخواستم یک به این مناسبت که خیلی زیاد مرتبط از یک شعر بسیار زیبای شاعر بسیار بزرگ و نامداری فارسی زبانان جهان به خصوص تاجیکستان، رودکی را، ابو عبدالله رودکی را خدمت شما و
تمام مردم تاجیکستان تقدیم بکنم. رودکی میگه که آمد بهار و خرم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گر در بهار عمر بود وقت نوبهار. بنابراین نوروز با این خصوصیاتش امروز خوشبختانه در سایر کشورها تجلیل میشه. نوروز چه ربطی به دین اسلام دارد و چرا افراطیان میخواهند که این جشن اجدادی، این جشن صرف طبیعت رو مثلا سیاسی کنند؟ نوروز یک جشن هست که طبیعت برای ما هدیه کرده. این مربوط به هیچ کدام از دین ها نمیشه و هیچ دینی نمیتونه بگویه که نوروز از ما هست. نوروز طبیعت برای انسان ها به ودیعه گذاشته و این خوشبختی انسان ها هست که این زنده شدن های دوباره میبینیم. و از طرف نوروز خصوصیت نیک دیگری هم داره که شب و روز در نوروز مساوی میشه. یعنی ما از تاریکی تاریکی با روشنایی برابر میشه و این برابر شدن تاریکی با روشنایی که قبل از او تاریکی بیشتر از روشنایی بوده، باز هم به فال نیک میگیرن. نیاکان ما به فال نیک گرفتن. خب بیشتر کسانی هستن که نوروز که تقویم میکنن، اینها درک کاملی نه از موارد تاریخی اجتماعی دارن و نه هم از مسائل دینی. بعضی کسانی هستند که ادعاهای میکنن و ناآگاهانه مورد بهار یا نوروز مورد تهاجم قرار میدن که این حالت از اینام زیاد باقی نمیمانه. من فکر میکنم خب مقطعی هست و چند وقتی که بگذره شاید بسیاری از این موارد دیگه وجود نداشته باشن. بعضی از پروژه ها هستن که برای این کار می آین و دوباره وقت از اونها میگذره و تمام میشه، اما نوروز دائم میمانه. نوروز پیروز است و نوروز خود مظهر پیشروی، دانش و بزرگی انسان هست و انسان نشان میده که تانسته آنچه در پیرامون خود دیده کشف کنه. و یکی از جمله خوبی هایی که وجود داره، یکی از آن خوبی هایی که وجود داره نوروز، کشف نوروز است. در مورد نوروز از یک طرف خوشبختانه با توجه به اهمیتش، با توجه به اینکه یک جشن باستانی و یک جشن تاریخی مربوط است به یک حوزه بزرگی جغرافیایی زبان فارسی، همه ساله تجلیل بیشتر میشه و از این مناسبت در بین کشورهای مختلف که مربوط به حوزه زبان فارسی است خوشبختانه تجلیل میشه. و از طرف دیگر همانطوری که شما هم در توصیحتان اشاره شد، یک تعداد گروه های افراطی مسئله نوروز مرتبط می‌دارند به مسائل مذهبی و بحث های مختلفی را مطرح میکنند که این ناشی میشه از طرز دید خودشان. برداشت ما است که نوروز ارتباط میگیره به یک جشن قدیمی و در واقع بازتاب یک تمدن بسیار بزرگی زبان فارسی است و برگزاریش هم مشکلی را ایجاد نمیکنه به کسایی که مذهبی هستند یا در واقع پیروی اسلام هستند. اما ای که چرا یک تعداد بحثایی را مشخصا بیان میکنن و به مردم تا حدود زیادی این جشن به یک شکل جلوه میتن که به کسایی که در واقع مخصوصا به مردم افغانستان که فعلا البته تا حدود زیادی با چالش های زیادی روبرو هستند، آزادیشان بسیار محدود شده. قبلا هم اشاره کردم این نشانگری طرز دیدی کسایی است که از اسلام شناختی دقیق نداره. برداشتی را که ما از یک اسلام معتدل و میانه رو داریم او تاکید شویسته که ما میتونیم هم مناسبت هایی که مربوط به فرهنگ، مربوط به تاریخ ماست
این مناسبت ها را برگزار بکنیم و هم میتونیم که در واقع ارزش های مذهبی و اسلامی را مراعات بکنیم و در نظر داشته باشیم و برداشت من کدام تناقض نداره که شما هم یک کسی باشین که مسائل اسلامی را در زندگیتان اولویت داشته باشه و هم از مناسبت های فرهنگی و تاریخی هم تجلیل بکنین. بله، تشکر زیاد برای شما روی بحث در موضوع نوروز بین المللی و اطمینان دارم که بیننده ما از این موضوع خیلی یک بهره خوب برداشت و در برنامه‌های بعدی نیز باز روی این موضوع که در روزهای نزدیک حتما که با شما در برنامه خواهیم بود. سپاس و مینه‌داری خود را برای حضورتان در برنامه بیان میکنیم. بینندگان گرامی، برنامه جهان در جهانما بود منظور شما. مهمانان برنامه بودند مصلح سلجوقی، دکتر علم‌های فیلولوژی از شهر هامبورگ آلمان، همزمان داوود قیومی، سابق سفیر افغانستان در کانادا. برنامه‌های دیگر جهانما ادامه دارند. پیگیر برنامه‌های ما باشید.